موقعی که در حال جر خوردن هستی، هر موقعی که داری تیکه تیکه بشی و یه لبخند پر از عشق بزنی و نفس‌های عمیق بکشی و بگی همه چی خوبه، همه چی عالیه، چقدر دنیا قشنگه، این یعنی موفقیت واقعی. یادش کن. سلام رفیقی، به پادکست سلام رفیقی خوش اومدین. میخوام یه خاطره روتین طوری از زندگیم بگم و اولین باری که این دوستم رو دیدم. من کلا مخالف بحثای داد و بیداد و انگیزشی و اینا. رفتم یه بار سمینار تو برج میلاد با یکی از استادا رو شدم، رفت بالا، گفتم خب دیگه جون انگیزشی اومد، من میرم پایین یه سیگار بکشم. و یه دقیقه که گذشت من انقدر مبهوت نوع سخنرانی و نوع راه رفتن روی استیج شدم، کلشو موندم، دیدم، بعدش رفتم لینک شدم با استاد و با هم دیگه رفیق شدیم و الان اینجوریه که یه مصاحبه خوب با هم دیگه داشته باشیم. خوبی امیر جون؟ مرسی، ممنونم. خیلی خوشحالم که امید پای صحبت‌ها موندی. خبر خیلی فوق‌العاده‌ایه. یه معرفی خودتو بکن. من امیر علایی هستم و به من میگن مرد انرژی ایران. خب چی شد که شدی مرد انگیزه ایران؟ اولین کاری که کردم این بودش که زندگی خودم رو متحول کردم. بعد خب وقتی چیزی که از درون به بیرون بیاد به دل همه میشینه دیگه، و من شروع کردم همون چیزهایی که تو وجودم بود به همه آدما میگفتم که آره میشه این اتفاقات رو میشه در واقع به وجود آورد، و دیگه کم کم هر کی منو میدید حسش خوب میشد، حالش خوب میشد. و یه روز دیدم به من میگن که تونی رابینز، تو مثل تونی رابینز حرف میزنی، تونی رابینز ایرانی. یه دیگه گفتن که مرد انرژی ایرانی. و من به مأموریتم رسیدم، دیدم که مأموریت من اینه که تو این دنیا کمک بکنم به آدم‌ها به بهترین نسخه خودشون تبدیل بشن، حالشون خوب بشه و زندگی با کیفیتی داشته باشن. حالا من خودم زیاد اعتقاد ندارم به کوچ و مثلا لایف کوچ و اینا، نمیدونم مثلا کجا اومده. امید سوال خیلی خوبی پرسیدی. من اصلا قبل از اینکه بخوام وارد بحث کوچ و لایف کوچ بشم، بیام یه خورده راجع به موفقیت با هم صحبت بکنیم و حرف بزنیم. من یه مثالی مثلا برات میزنم. من الان این شکلات دستم میگیرم، خب، و نخم بچه میخندید؟ نه دارم ادامه میدم. من این شکلات دستم میگیرم، خب، من الان این شکلات رو ول میکنم، چی میشه؟ میره بالا. خب حالا اگه روی کره زمین دستاد چرا محکم میگی میفته زمین؟ به خاطر اینکه تو به عنوان قانون نگاش میکنی. ببین از دید من موفقیت قانونه. هر کسی، این که دارم میگم هر کسی این قوانین رو درست انجام بده، اون هم به موفقیت میرسه. حالا تو کشور ما چون نابسامانی بسیار زیادی هست و من اینجا موفقیت رو به این نمیبینم که هر کسی پول بیشتری داره اون موفقه. من موفقیت رو در این میبینم هر کسی لذت بیشتری میبره اون موفق. و اولین قدمش اینه که حالت خوب میشه، چون میفهمی که کلید در درون خودته و تو میتونی با دستیابی به اون کلید وضعیت رو تغییر بدی و یک زندگی فوق العاده عالی رو برای خود رقم بزنی. خب دیگه تا اینجایی که گفتم راجع به موفقیت قانونی. من خودم خیلی قبول دارم که موفقیت فرمول داره و اینا، و یک کتاب از فرمول به توصیه میکنم بخونی اگه نخوندی. نخوندم تا حالا. من خودم برات میگمش، هدیه میفرستم برات. خیلی این چیزایی که تو میگی علمی تر با فرمولای ریاضی بیشتر. مثلا این آقا میاد یه سیستمی درست میکنه که جایزه نوبل بعدی رو پیش بینی میکنه، یعنی در این حد میگه موفقیت قابل پیش بینیه که پیش بینی میکنه که سال بعد نوبل مثلا آمریکا برای قراره ببره. حالا موفقیت خودمون نگوجه بفهمیم که چیه. ما بزرگترین داراییمون زمانه و ما باید زمانمون رو بخریم و افرادی که میتونن زمانشون رو بخرن به موفقیت‌های بزرگ میرسن. نقش کوچ این هستش که میاد در کنار انسان‌ها قرار میده و نکاتی رو بهشون میگه و باهاشون صحبت میکنه که باعث میشه این زمان خریداری بشه. پس ارزشمنده. بسیار از افراد کوچ رو با منتور، با مشاور، با تراپی، با تدریس اشتباه میگیرن. یه کوچ کنار یک نفر قرار میگیره که بهش کمک بکنه تا به کمک خودش و به کمک باورهای درونی مراجعش بتونه به یک جواب درست برسه. و قرنها پیش مولانا این شعر بسیار زیبا رو گفته که بیرون ز تو نیست
هر آنچه در عالم هست از خود بطلب، هر آنچه خواهی که تویی. این کوچینگ در واقع همین داستان مولاناست که داره به شکل علمی و تکنیکال داره انجام میده. حالا ما توی قسمت‌های مختلف هستن، ما لایف کوچ داریم، بیزینس کوچ داریم، کوچ والدین داریم، کوچ کار تیمی داریم، کوچ مدیران داریم و الان در آمریکای شمالی بعد از آیتی دومین صنعت رو به رشد جهانه و اغلب آدما دارن متوجه میشن که باید کنار خودشون یک کوچ حرفه‌ای داشته باشن که بیاد جلوی خسارت‌های زمانی و مادی اونها رو بگیره و بهشون کمک بکنه. واقعا پول میگیره کسی پول نداره بیاد مثلا کنارش. بسیار از آدما رفتن هزینه‌های میلیاردی دادن و شکست‌های بزرگی خوردن. یعنی کسی که میخواد بده کوچ رو انتخاب بکنه و در کنار خودش قرار بده، خب میاد نگاه میکنه میگه آقا من میرم مثلا مبلغ ان تومن بابت کوچینگ از این پول پرداخت میکنم، اما به شرطی که تو کوچ حرفه‌ای و کوچ درست پیدا بکنی من میتونم بگم 10 ها برابر اون مبلغی که پرداخت میکنی برداشت میکنی. من مثال برات میخوام بزنم. شما خودت چند میگیری بخوای لایف کوچ؟ شما لایف کوچ دیگه درست نه؟ من لایف کوچم. آره. چند میگیری؟ من برای 10 جلسه 100 میلیون میگیرم. یه رقم خیلی معمولیه تو بحث کوچینگ تو دنیا. معمولیه. مشکل داریم ما داریم زحمت میکشیم. آره رقم معمولیه. ببین ما الان میایم میگیم که طرف مثلا بابت این 100 میلیون میخواد پول بگیره، من جلوی خسارت میلیاردی رو میگیرم. ببین مثلا لایف کوچ چه خسارت میلیاردی میتونه داشته؟ لایف دیگه. نه لایف کوچ عمومیه. تا شکستش که میخوره دیگه. نه لایف کوچ بحث زندگی شخصی نیست. کوچ عمومی باش میگیم لایف کوچ رو. یعنی طرف میاد مثلا یه قسمتی از کارهای زندگیشون میگه، یه قسمتی از کارهای ذهنیشون میگه و یه قسمتی از مسیر کسب و کارش رو مطرح میکنه و من میام کمکش میکنم. بهش میگم که آقا مثلا اینجا باید این شکلی اقدام بکنی. جلسه‌ای که من داشتم مثلا طرف اومده با من صحبت کرده، گفته میخوام برم روی این اپ سرمایه‌گذاری کنم، این کارو بکنم، این شکلیه. بهش گفتم اینقدر بری اینقدر تو هزینه‌ات میشه و این خروجی نخواهی داشت و متوجه شده و جلوی خسارت بزرگ براش گرفته شده. کوچینگ نگاه برابر داره در جلسه کوچ، نگاه بالا به پایین نداره. من امیرم کنار تو نشستم، من مثلا استاد نیستم، من دیگه باید برابر نگاه کنم. نه اصلا قانون فدراسیون جهانی کوچینگ اینه که میگه که تو باید برابر باشی. یکی از نکات بسیار مهمی که توی کوچینگ وجود داره اینه که ما اعتقاد داریم که مراجع توانمنده و میتواند مشکلاتش رو حل بکند و ما به کمک خود مراجع به راه حل ها میرسیم. این نگاه کوچینگیه. کوچینگ تا زمان رسیدن به هدف در کنار مراجعش حضور داره و کمک میکنه تا اون هدفه تیک بخوره. یه تایم 10 دقیقه‌ای منو کوچ کنی یا همچین چیزی که درک بکنیم. من سوالی که ازت میپرسم اینه که الان چه چالشی در ذهنت هست؟ این چالش هم دیگه چجوری سمینار پروتکل برگزار کنیم و تیممون چجوری بچینیم که نیاز به حضور من نباشه. تو پادکست هم پس تو من دیگه نایم، چون من خودم این آدمام که بشینم کتاب بخونم خیلی خوشحالم اینه که بیام با چه جور میام رو استیج بیام. خب خودت چه راه حلی به ذهنت میرسه؟ یکیش گفتم تبلیغات بکنیم که احتمالاً ضرر باشه، یکیش با استادا ببندیم که استادا خودشون انقدر خفنن دیگه نیاز به ما ندارن، بخیلی هم ناز دارن این استادا اینستاگرام. تو تا حالا همایش برگزار کردی؟ آره. چند تا همایش برگزار کردی؟ 2 تا. یه دونه قبل کرونا که خیلی موفق نبود، یه دونه 2 ماه پیش. اولی که قبل کرونا بود چند نفر اومده بودن؟ 178 50 بعدیه چی؟ 270 نفر ثبت نام کردن. تا 200 نفرمون تقریبا پر بود. مثلا 4-5 شخص خالی بود. بعد چه شکلی پر کردی؟ پیج خودم گفتم، بعد 2 تا استاد دیگه هم داشتیم اونم گفتم پر شد. اون تا استاد نکردن، مثلا به چند تا به 20 نفر گفتن که بیام. 20 تا یعنی حجم بیشتری از صفحه خودت. مثلا 450 تا صفحه خودم. خب به چه نتیجه میرسی الان؟ که پیجمون برم بالا. که پیجت بری بالا و رو پیجت کار بکنی. خب دیگه الان وقتی من اینو گفتم یه لبخندی روی صورتت نقش چیه این؟ چه حسی در چه گرفت؟ ببین آخه پیج بالا بردن من خیلی سخته، اینو قبول دادی؟ از چه مفهومی میگی سخته؟ اصلا جلویی هم نیست که بیام زیاد. می‌دونی چی میگم؟ من آدم جذابی هم نیستم جلو دور میاد.
تو یک صفحه‌ای داری که یک چهره به نام امید کربلایی تونسته توش بالای 150 نفر رو وارد یک سالن بکنه. درسته؟ خب حالا برای اینکه این 150 نفر رو بکنیم 300 نفر رو باید چیکار کنیم؟ باید دوباره فالوورش پس باید رو کی سرمایه‌گذاری کنیم؟ رو پیج روی چه چهره‌ای؟ همون کچده. همون امید کربلایی. امید کربلایی چیکار کنیم؟ ببین پیجم خیلی ارتباطم باش سخته، نمیدونم چرا. خب حالا ببین ما میرسیم ببین کار کوچ رو ببین. من میام این کار انجام میدم و از توسط خودت به یک جواب میرسم. به این جواب میرسم که آقا باید امید کربلایی برند کنیم. خب حالا میرم رو فرآیندهای برند کردن امید کربلایی. مثلا من کجا برندم؟ من بین آدم معروفا برندم، بین مردم مردی برند نیستم. مشکل نمیدونم. قبول داری اینا؟ نه کم میشناسم، 10 تا فالوور دارم. ولی مثلا توی جمعی بشینی که همه دکتر مهندس باشن بگیم مثلا میشناسم. خب نه خب ببین رو صفحه چقدر سرمایه‌گذاری کردی؟ هیچ. یه جمله میخوام بگم. افرادی که در فضای مجازی حضور واقعی پیدا نمی‌کنن، یعنی توش حضور ندارن، درگیر نیستن، فعال نیستن، در فضای واقعی حضور مجازی پیدا می‌کنن. در فضای واقعی دیگه نمیشم. این چیزی که وجود داره، کاری که ما می‌خوام انجام بدیم پایان این جلسه کوچینگ اون تو این فرآیند به این نقطه میرسیم که ما باید امید کربلایی پرسونال برندش رو درست بکنیم و این کاراکتر قدرت جذب 2000 نفر برای پر کردن سالن رو خواهد داشت. نه خدایی میخوام بگم مفید بود. تا حد 100 تومن نه، ولی 7-8 تومن نیست. حالا ببین خب 10 جلسه هم نبوده. خب طرف ولی یه چیزی برای نداره، همین بود کار. نه فرآیند رو میبریم جلو. ببین الان تو پرسیدی چه شکلی. حالا من تو جلسات اجرا می‌کنی برای آره من تو جلسات بعدی بهش پرسونال تو جلسات بعدی میگم خب من چه شکلی این کارو بکنم. بعد من میام دوره با تو صحبت میکنم. با همدیگه توسط تو به راه حل میرسیم. اینو بهت قول میدم امید، اگر تو رو خودت رو برندت سرمایه‌گذاری بکنی ببین سالن بلافاصله پر میشه. اینو مطمئنم. حالا خب یه چیزی دور میشیم. گفتم من دوست دارم مثلا یاد نباشم، مثلا خود سرمایه‌گذاری بده کن. نمره اون فرم هستم دیگه. در دنیای کنونی من 3 تا سوال در واقع 3 تا گزینه جلوت میذارم. محتوا، محصول و پول. کدوم یکیش از همه مهمتره؟ محصول. خب حالا میدونی جواب درست محتواه. محتوا مخاطب میاره. من مخاطب پول میاره. بعد آشغال بهش بفروشی خب نمیخواد. اصلا کاری ندارم. این دیدگاه رو ما به این سمت ببریم که امید کربلایی محتواش رو در فضای مجازی تشدید کنه. تو خودت یک محتوایی. در واقع شکلی چه تا رخ میده؟ مخاطب جمع میشه. و بعد وقتی مخاطب جمع بشه، مخاطب باش هر کاری میتونی بکنی. محصول میخوای تولید بکنی، مخاطب از تو میگیره. تمام کسایی که توی اینستاگرام تونستن به موفقیت برسن، اول اون تولید محتوای چه زرد چه غیر زرد درست کردن. کاری ندارم. محتوای مخاطب آورده. مخاطب اومده، وقتی مخاطب اومده، حالا رویکرد محصولی رو انداختن. بنابراین ما برای شروع به موفقیت نه به پول نیاز داریم، نه به محصول نیاز داریم. ما به محتوا نیاز داریم. محتوای درست میتونه مخاطب بیاره و تو باید روی این توی صفحه کار بکنی. که هر رو محتوا داشته باشی. این یه کار مستمره. بعد نمیتونی بگی که من ببین نمیخوام جلوی دوربین برم، من نمیخوام خیلی این کارو بکنم. تو خودت پولی. تو خودت انگیزه‌ای، تو خودت انرژی، تو خودت میخوای حس کنی. کسی میگم کسب و کار واقعی اینجوریه که با آدما نیاز نداره. حس من اینه، دانشگاه اینجوری یاد گرفت. این از کجا آوردی؟ همه میگن دانشگاه اینجوریه. ببین موقعی که یه طرح میخواد استارت بخوره و ران بشه، اصلا نیاز داره به این که تو توش تا یه حدی نیاز داره. اگه استادی باید این کاری بکنی که خودت نباشی هم. خب ببخشید الان شما میخوای سالن پر کنی، هنوز به اون حد نرسیدی که. تو میگی من میخوام یه سالن پر بکنم، باید برم به 4 نفر بگم. برس به اونجا بعد سیستم سازی کن، سیستم میبره جلو. ولی هنوز به اون نقطه نرسیدی که. تو باید دیده شی. حالا تو رو ببینن، امید باید ببینن. ببین با پراکتیک جمله بسیار جالبی میگی در زمان تغییرات یادگیرندگان وارثان زمین هستن. دیدم من تغییر نکردم، چون هنوز تو فضای ذهنی خودم، تو چارچوبای ذهنی خودم دارم حرکت میکنم. ببین من این شکلی برات بگم که امید ما میخوایم ماشین بخریم، خونه بخریم، پولدار بشیم که صاحب چه احساسی بشیم؟ آرامش، آرامش، امنیت.
من میگم الان من میتونم این احساس رو داشته باشم. من میخواهم احساس آرامشم رو موکول کنم به 15 سال بعد که توی خونه‌ای برم که حالا این خونه 40 متر 50 متر کجا هست، به چه شکلیه، استرابا که آرامش داشته باشم. من همین الان این آرامش رو خلق میکنم و بر طبق قوانین موفقه وقتی تو آرامش داشته باشی فرکانس و ارتعاشت بالا میره و تو به پول سازی میفتی. من میگم تو میخوای تلاش بکنی که مثلا یه عمری بجنگی که با مثلا 7-8 میلیارد اطراف تهران یه جای خونه بخری. من میگم بیا لذت رو یه جور دیگه ببر. بیا برو الان توی یه منطقه تو بالای تهران یا هر جایی که بالای شهر خودت و با یه رهن مثلا 400-500 میلیونی 600 400-500 تومن بالای تهران 700 میلیون چرا پیدا میشه؟ یه جایی مثلا 50-60 متری 70 متری 80 متری اصلا تو میخوای 1 میلیارد پول جمع کردی. اصلا من یه تومن 30 دارم میدم. خب یه جای خوب برو، چون وقتی یه جای خوب قرار بگیری فرکانس و ارتعاشت بالا میره، حالت خوب میشه، احساست و لذت میبری. من خب لذت ببرم. من اینو خیلی قبول دارم. من اولین پولی که دستم اومد ما اینجا میشستیم دیگه، همه دیگه میشستیم. اولین پولی که دستم اومد یه خونه رهن کردم تو زعفرانیه و خیلی خودم حسم خوب بود. مثلا بابام میگفت چه کاری جمع کن مثلا یه خونه بخر با اون پولی که میخوای بدی رهن این پایین شه. من دیدم بود که نه بذار چقدر میگه زندگی فوق من اگه نتونستم برمیگردیم سال بعد دیگه به جهنم. بذار یه سال حداقلش بکنیم. ولی خودم سوالات که همون سمت میشونیم. دقیقا همینه. و وقتی که تو حست و فرکانست بالا باشه میری به سمت پولسازی. این درسته، این قانونه. من به همه بعدم من به همه جوونا میگم اغلب بچه‌ها مشکلی ندارن. مشکل اقتصاد این کشوره. اینقدر به خودشون برچسب نزنن. خب وقتی دلار میشه 3 تومن 5 تومن 10 تومن 15 تومن 30 تومن 50 تومن و تو داری هی میدویی و بعد احساس این میکنی که بی‌عرضه‌ای، احساس میکنی که تو بلد نیستی. بعد خیلی به این سمت میرن که تو باید قالتاق باشی، تو باید نمیدونم راند داشته باشی، تو باید کثیف کاری بکنی. یه عده به اون سمت میرن، یه عده به این سمت میرن که من آدمی هستم که بی دست و پا هم دست و چلفتی هم و تو سر خودشون میزنن. من مأموریتم اینه که به جوونا بگم نه شما عالید. مسئولین اقتصادی این کشور بیورزن. چرا بیورزگی رو به خودتون برچسب میزنید؟ به اونا برچسب بزنید. اونا باید پاسخگو باشن و اونا پاسخگو نیستن. میگن که باید شما خودتون یه کاری بکنید. مردم باید چیکار بکنن دیگه؟ یه جوان باید چیکار بکنه دیگه؟ در حال جنگیدنن. چرا اینو میگم؟ میخوام بگم وقتی اینو من میگم جوان آروم میشه، اعتماد به نفس پیدا میکنه، عزت نفس پیدا میکنه، میره یه زبان میخونه، زبان انگلیسی میخونه، میره مهارتی یاد میگیره، میاد توی جلسات امید شرکت میکنه، برنامه نویس خیلی خوبی میشه، یاد میگیره اپلیکیشن درست بکنه، بعد این پولش میچرخه. ولی موقعی که ما این شکلی باش برخورد بکنیم تموم شد دیگه. نمیشه خونه خرید، دیگه نمیشه ماشین خرید، نمیدونم قدیمی شکلی بود، تو نخواستی، تو بی‌عرضه‌ای، طرفی تو سر خودش میزنه، میره سمت سیگار، میره سمت حال مخدر، میره سمت گل، میره سمت اینکه بی تفاوت باشه. و بعد ما میگیم چرا جوانای شکلی شدن؟ اقتصاد اصل یک بنیان یک کشور، حرف اول رو میزنه اقتصاد. و موقعی که توی یک کشور اقتصاد رو جدی نگیرن، این اقتصاد فرهنگم تحت شعار قرار میده. آزادی فرهنگی بدون آزادی اقتصادی ممکن نیست اصلا. با بچه‌ها پادکستیم به ادامه پادکست بود. این بخش رو بخاطر این گذاشتیم ما تو برنامه که ببینید استادای اینستا و غیره هم استادای بزرگی تو ذهن شما اینه که همش دارن کار میکنن، نه ما میخندیم، بازی میکنیم. یه روزایی احتمالاً افسرده باشیم کار نکنیم. من که اینجوری ام مثلا یه روز کلا افسرده میشم کار نمیکنم، میخوام فقط. دو تا بازی داریم. یکیش اینه که تو خیلی حرفای انگیزشی خوب رو موزیک میزنی. میخوام الان حرفای خود اول جفتمون بگیم. هر کی بیشتر خود اول گفت اون برنده باشه. با توجه به آماری که از مصرف سرانه گوشت توی دنیا داریم، نفر اول کشور برزیل با 6 کیلو و بعد از اون کشور ما با سرانه 500 گرم در رتبه 89 قرار گرفته. پس تا میتونی کلمات بزن که موفق شی. موزیکو زیاد کن. خب این شکلی باید بگیم. آره چرا یه موزیک دیگه بزن. تو برای موفقیت راه میفتی که به پیروزی برسی.
حرکت میکنی و یه جا میبینی که همه چیز داره به هم میریزه و همه چیز داره از بین میره. اونجا همون جاییه که تازه جر خوردنت آغاز میشه. تو با جر خوردنت رشد میکنی و حرکت میکنی و اتفاق بزرگ براش شکل میگیره. آره باید درد بکشی، باید زار بزنی، باید تیکه تیکه بشی، باید پوستت کنده بشه. هر کی که تو رو نگاه میکنه باید ببینه که تو چقدر زخم و زیلی، اما موقع بخندی، اما موقع خیلی پر انرژی باشی، همون موقعی که در حال جر خوردن هستی، همون موقعی که داری تیکه تیکه بشی و یه لبخند پر از عشق بزنی و نفس‌های عمیق بکشی و بگی همه چی خوبه، همه چی عالیه، چقدر دنیا قشنگه. این یعنی موفقیت واقعی. یادش کن خوب بود؟ خوب، برای خودم فکر کنم بهتر بود. قراره که ما از هم دیگه سوال بپرسیم، هر کی یا جواب بده یا به انتخاب خودش یکی از اینا رو در واقع بخوره. زشت‌ترین کاری که انجام دادی تو زندگی چی بوده؟ یه رو تو پرتی دستشویی کردم انداختم خونه همسه. تو بطری دستشویی که خونه همسایه؟ مطمئنی؟ چند سالت بود؟ همه بعدش اینه دیگه 25 سالم بود. تو 25 سالگی؟ چرا اون وقت؟ ببین این ور بودم تو اتاق خودم بودم، بعد دیگه واسه نشم تو برم اون ور که دستشوییه، ولی این وقتا مهمون بود دیگه گفتم برش کنم دادم من پنجره بیرون دیگه. همسر تو بیشتر دوست داری بچه هات؟ همسرم جایی بچه هم آره. سواله یا خیلی میپرسی؟ خدمت هم کدومی که نباید بخوریم؟ انتخاب خودته. قهوه و آباد بادو آبال بالو. یه بوی خاک و استفراغ میدم. خب یه مرد بخورم دیگه. ازن بخوری کلم خود نشون داد علاقه سنه دیگه. خیلی افتضاح بود. خیلی بد بود. بپرس. خب بفرمایید که توی این اینستاگرام کی از همه دوست داره؟ توی این اون کسی که دارن آموزش میدن و اینا. من رضا قاشنی پول خودم رو ندادم. رضا قاشنی. خیلی خوب. خب گفتم دیگه نمیتونم بخورم دیگه. یعنی اینقدر اینا چیز داستاناش پیچیده است؟ چی؟ نه آخر واقعا وقتی نظرم اعلام کردن کسی که کارش خوب نیستم خودش که مسئله اجتماعی که به بقیه بگه که برای خدا نداره. خب بسیار عالی. بین بچه هات کدوم رو بیشتر دوست داری؟ من مامان خودم مثلا به وضوح میگه خواهرم بیشتر. خیلی عجیبه. و دو زنگ بیزنگ نیست. ترازه رو تعریف کنم برم. این مزه خاکستری میداد. من میشه مزهای گلبهی رو زنم بود. گلبهی نه این مزه خاکستری میداد. عاشق کدوم دختری؟ الان اسمشو بیاری. من باشه نمیتونم بیارم اون تازم بعد چه براش. چرا نمیتونی بخوری؟ فرجم دیگه چیزی براش. ما کمکت میکنم. الان چه حسی داری؟ نمیفهمی شیرینه یا ترشه. هم تو یه خلایی گیر کردی. خیلی داغونه. تو خونه این کار نکنید. بیشتر عشقی که به یک نفر داشتی در زمانی که باش بودی تو چقدر بودی؟ من گفتی اسم ببره. من تا الان نپرسیدم. خدا. نه. چی نه؟ آقا تو نگفتی. تو هیچی نگفتی. جنسیت گفت. بابا بیشترین کسی که باش عشق کردی خدا بوده. خب چیکار کنی؟ تخم بخور دیگه. خدا بس دیگه. ما خسته شدیم دیگه. نه بگو دیگه. مادرم. مادر چیه مادرم. خب امید نوبت منه. من مادرم. نه من یه سوال دیگه میپرسم. بابا. تو رفیقات اونی که وقتی ببینید حالت ازش به هم میخوره و اون نمیدونه و الکی بهش میخندی اسمش چیه؟ من. بعد الکی بهش میخندی؟ من میگی دوست دارم؟ نه دیگه دوست دارم بهش نمیگم. ولی چون کار میکنیم با هم بهش میخندم. ولی حالت ازش من متنفری هست. آه. شاید. داره کوره برداری کردی؟
نه یه حد کوچیک اصلا پول 10 جلسه بگید 9 جلسه باید مگه میشه؟ خب آره دیگه. متاسفم 3 تا از محله های تهران رو نام ببرید. دوازدولاب، شابدالعظیم، شهر ری. 3 تا کاری که نباید تو مکان عمومی انجام بدید. انگوش دماغمون نکنیم، نشاشیم، نگوزیم. 3 تا برند چیپس. مزمز، چیتوز، پفک نمکی. پفک نمکی پفکه. چی؟ پفک نمکی پفکه. امید جان 3 تا برند پفک. پفک نمکی، چیکت، چاکت، چیفلت. 4 تا گفتم. 4 تا گفتم پفک نمکی و چاکلز و چیکرز اصلا هم نداریم. 3 تا ماشین ایرانی که صندوق ندارد. وانت پیکان، وانت موتوری. امید جان 3 تا کشور ساحلی دریای خزر رو بگو. رشت و انگاری آمول. کشور. ایران و روسیه و ازبکستان. بله. 3 تا کشور مسلمان غیر عرب زبان. غیر عرب زبان. دانمارک، آلبانی. ایران. چرا ایران نمیگی؟ 3 تا کلمه که توش عبارت بند اومده باشه. بند تنبونی، ماکان بند، دستبند. اولی چی بود؟ بند تنبون. قبوله بند تنبون؟ نه مال پیکار قبوله. 3 تا عدد که با دال شروع میشه. 12 2 200. بله. امید جان 3 تا کشور حوزه خلیج فارس. عربستان، ایران، عمان، قطر. بله. آقا سوالای خیلی سال هست. میخوام من تخم بخورم میخورم. به ترتیب بخور. 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 خب سلام بباده نواختم. 3 تا افسانه عاشقانه ایرانی. لیلی و مجنون، شیرین خسرو، فرهاد و مجنون. چی؟ شیرین و خب بعضی ها زبدری میده. نه اینجا فرقات با مجموع بدش پدر سای قرنابوس من. خب چیکار کنیم؟ بدن دیگه. خب بسیار عالی. برای قاشق هم بزنیم دردشم قطع شد؟ نه دیگه گفتی آقا یه قرد دیگه درسته؟ آقا خسرو فرهاد سوالای تو ببخشید بند تومون داور از طرف خودته. وقتی بند تومون رو قبول میکنم میشه خسرو فرهاد. دفعه قبلی داور خانم تو بود من خوردم اونو. نه آقا جون اولا اینکه ایشون خانم من نیست اشتباه داره میکنی. این اولین نکته. اینو بخور. چرا؟ قول میشه خانم چند بالا اشاره کردم به حساب گفتم با خانومش میگه. من اشتباه کردم پس. بخور اینو حالا. نه. یه قرص بخوردی. تو داری فیلم میگیری؟ اجازه هنوز اولی بله. فرق من همکارتم باشه زیمه طوره دیگه. من یه حمید خادم منم. دیدی؟ خوشمزه است بخور. مزه بود واقعا. دم شما گرم که تا اینجا دیدین. امیدواریم که لذت برده باشین. تو کامنت ها بگید که دوست دارید استاد بعدی که میاریم کی باشه. میبینیمتون.